دوستان رج 11 رو تا انتهای رج بافتم. برای شروع رج 12 یک بست میزنیم داخل پایه دوم و روی این پایه بلند دوم مثل رجای قبل باید پایه بلند برجسته از رو ببافیم. یک زنجیره میزنم، میام روی پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، میام رو این فضای ذرتی و پایه بلندمون. رو ذرتی اول کاری ندارم، رها میشه. میام رو پایه بلند اولمون یک پایه ذرتی میبافم. 3 4 و 5. ابتدا و انتهای کار رو تو گندمی پایه اول وصل میکنم. میام روی این فضای پایه بلندمون یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. رو پایه بلند بعدی یک پایه بلند، رو پایه ذرتی یک پایه بلند بعدی. اینا تمام پایه هایی که تو این قسمت دارم میزنم همه پایه بلند برجسته از رو هستن. این رو تا انتها تکرار میکنم تا دونه آخر رو بهتون بگم باید چیکار کنید. اینو ببافم. خب من روی تمام این پایه ها پایه بلند برجسته از رو بافتم به جز پایه بلند اول. رسیدم به انتهای رنج. رو پایه بلند آخر یه دونه ذرتی داریم، قبلش یه پایه بلند. روی این پایه بلند باید پایه ذرتی ببافم. 2 3 4 و 5مین پایه بلندمون برای پایه ذرتی. ابتدا و انتهای کار رو از گندمی پایه اول نخ رو رد میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید یک پایه بلند ابتدای رج قبل مونده. وارد این فضای 3 تا پایه بلندم میشم. رو پایه وسط مثل رج‌های قبل 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، میام رو این فضا، رو این قسمت. ذرتی اول بافته نمیشه، ذرتی آخر بافته نمیشه. رو پایه بلند اول و پایه بلند آخر یک بافت ذرتی انجام میشه و روی بقیه پایه ها هم پایه بلند برجسته از رو. این کار رو تا انتهای رج تکرار کنید. رج 13 رو با هم دیگه شروع کنیم. خب دوستان رج 12 تا انتها بافتم. برای شروع رج 13 یک زنجیره همینجا میزنم، میام رو پایه بلند اول 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 و 3. رو پایه وسط یک پایه بلند برجسته از رو و رو پایه سوم هم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 3. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند اولمون. پایه ذرتی رها میشه. رو پایه بلند اولمون یک پایه ذرتی میبافم. بافت و قریب میگیرم. 2
3 4 5. از گندمی پای اول نخ رو رد میکنم و پای ذرتیمون رو تشکیل میدم. میام روی فضای پای بلند بعدی و تا انتها روی تمام این پایه ها پای بلند برجسته از رو میبافم به این صورت. رسیدم به آخرین پای بلند این قسمتمون. روی این پای بلند یک پای ذرتی میبافم. دو تا زنجیره میزنم، میام روی این فضای 3 تا پای بلندمون رو پایه بلند اول 3 تا پایه بلند برجسته از رو پایه دوم یک پایه بلند برجسته از رو و رو پایه سوم هم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم و ادامه بافت. ببینید به این صورت. یک پای ذرتی از ابتدا و انتهای این بخش رها میشه، رو پای بلند اول و پای بلند آخر یک پایه ذرتی بافته میشه. این رو تا انتهای رج ببافید. رج 14 رو با هم دیگه شروع کنیم. دوستان رج 13 تا انتهای رج بافتم. برای شروع رج 14 یک پایه میایم داخل بست میزنیم، یک زنجیره میزنیم و روی پایه وسط این 3 تا پایه بلند 3 تا پایه بلند برجسته میبافیم. 1 2 و 3. یه زنجیره میزنیم، میایم روی این فضای تک پایه‌ای که داشتیم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 تا زنجیره، دوباره روی همین پایه یک پایه بلند برجسته دیگه میبافیم. یک زنجیره روی این فضای وسط پایه بلند 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این فضاهایی که پایه بلند داشت. پایه ذرتی اول رو مثل رج‌های قبل نمی بافیم، میام روی فضای پایه بلند اولمون یک پایه ذرتی می بافیم. 1 2 3
4 و 5 پایه. روی باقی پایه بلند ها بجز آخرین پایه بلند برجسته از رو میبافیم. رسیدیم به آخرین پایه بلندمون. روی این پایه بلند آخر هم یک پایه ذرتی میبافیم. دو، سه، 4 و 5 پایه بلند. از گندمی اولین پایه رد میکنیم و 2 تا زنجیر میزنیم. روی فضای وسط، پایه بلند وسط، 3 تا پایه بلند، 1، 2 و 3، 1 زنجیره. روی پایه تکیمون 1 پایه بلند، 2 زنجیره. دوباره داخل همون فضا 1 پایه بلند دیگه میبافیم و 1 زنجیره میزنیم. رو فضای پایه وسط هم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این روش همش برجسته بافیه. 2 زنجیره میزنیم و ادامه بافت. به این صورت این کار رو تا انتهای روش تکرار کنید. رجه 15 رو با هم دیگه شروع کنیم. دوستان رجه 14 رو تا انتها بافتم. برای شروع رجه 15 1 پایه میایم داخل بست میزنیم، 1 زنجیره میزنیم و روی این پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 و 3. یه زنجیره میزنم، میام روی این فضای وی شکلمون رو پایه بلند اولش 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. نخ رو میگیرم، از گندمی اولین پایش رد میکنم و میام روی این فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند رو میبافم. 1، 2، 3، 4 و 5. میام رو پایه بلند دوم، رو همون پایه وی، با 3 تا پایه بلند میبافم و نخ رو از گندمی اولین پایه رد میکنم. حواستون باشه که 3 تا پایه رو بگیرید، به این پایه های اینجا کاری نداشته باشید. 1 زنجیره میزنم، میام روی فضای 3 تا پایه بلندمون رو پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، میام رو این قسمت، رو اولین پایه بلندمون 1 پایه ذرتی میبافم. 1، 2، 3
4 و 5 پای بلند نخ رو از گندمی اولین پایه میگیرم، رد میکنم و میام روی مابقی پایه بلندامون، پایه بلند برجسته از رو میبافم به جز آخری. دو تا زنجیره میزنم و ادامه بافت رو انجام میدم. به این صورت داره میشه این قسمتی که روش 5 تا پایه رو زدیم. اینو تا انتهای رج ببافید. رج 16 رو با هم دیگه شروع کنیم. دوستان رج 15 رو تا انتها بافتم. برای شروع رج 16 میایم توی پایه وسط یک بست میزنیم، یک زنجیره و روی همین پایه وسط 3 تا پایه بلند نیمه 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. یه زنجیره میزنیم، میایم روی این فضای ذرتی و پایه بلندمون. روی این فضای ذرتی 2 تا پایه بلند نیمه میبافیم. ادغام میکنیم، یک زنجیره میزنیم. 5 تا پایه بلند اینجا داشتیم. این 5 تا پایه بلند باید 5 تا پایه برجسته از پشت ببافیم و یک فاصله با یک زنجیره براش ایجاد کنیم. یک پایه بلند، یک زنجیره، پایه بلند دوم، یک زنجیره، پایه بلند سوم، یک زنجیره، پایه بلند چهارم، یک زنجیره و پایه بلند پنجم هم یک زنجیره. روی این پایه ذرتی 2 تا پایه نیمه، پایه بلند نیمه میبافیم و با هم دیگه ادغامش میکنیم. به این صورت یک زنجیره میزنم و میام روی فضای 3 پایه بلندمون رو پایه وسط 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم. 1 2. میام روی این قسمت روی پایه بلند اول یک پایه ذرتی میبافم. 2 3 4 و 5. از گندمی اولین پایه رد میکنم و میام روی این پایه بلندای برجسته از رو دوباره پایه بلند رو میبافم. به آخرین پایه که رسیدیم باید یک پایه ذرتی رو ببافیم. توی تمام این رج ها
2 پایه 2 پایه داریم کم میکنیم، یعنی روی ذرتی های اول پایه ها ما هیچ بافتی رو انجام ندادیم. روی آخرین پایه که رسیدم 1 پایه ذرتی میبافم، 3 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره وارد این فضا میشم. این کار به این صورت داره پیش میره. ببینید اینو تا انتهای رج ببافید. رج 17 رو با هم دیگه شروع کنیم.